من میگم یکی از این شرکت‌های منتاژکار خودرو خب ثبت نام کرده، مردم پیش خرید کردن یه خودرویی رو از این شرکت، از این کارخونه. قرار بوده فرض میکنیم که شهریور تحویل بده، تحویل نداده، پلاک ماشین اومده، برگ سبز اومده، کارت سوختش هم اومده، یعنی ماشین پلاک شده ولی خود ماشین فیزیکیش نیست. چه عجیبه. اگه ماشین تولید شده و هست که خب تحویل بدین دیگه، چرا تو انبار نگه داشتین؟ اگه تولید نشده باشه که نمیشه اصلا پلاک بشه که. حالا مردم پیگیری که میکنن گفتن که نه، حالا طول میکشه، مثلا از یه شهر دیگه باید تا تهران بیاد طول میکشه دیگه، یه هفته طول میکشه، 3 ماه 4 ماه که طول نمیکشه که. حالا من اسم شرکت خودروساز یا منتاژکار در حقیقت نمیگم، ولی خب اگه دیگه بالاخره یه تعهدی دارید نسبت به مردم. حالا درسته که کلا رقابت خودرویی در بازار خودرو خیلی کمه، مردم مجبور میشن به سمت همین شرکت‌های داخلی بیان و ماشین بگیرن، تهیه بکنن، ولی دیگه وقتی یه پولی میان پیش پرداخت میکنن، بالاخره شما میرین یه تعهدی دارین، باید یه تعداد خودرویی رو تولید کنین و تحویل بدین، پلاکش هم کردین، خب تحویل بدین دیگه.